مهرامیزترین درودهای ما رو بپذیرید. برای همه شما آرزوی سلامتی و شادکامی داریم. ما تازه همین الان از مسافرت کروز برگشتیم و جای همتون هم خالی بود. پارسا تراول گل کاشت، یعنی واقعا یک جمعیت چشمگیر نزدیک 200 نفر رو در این تور داشتن. حالا قسمت‌های از اون رو یا امروز پخش می‌کنیم یا فردا پخش می‌کنیم. برای ما امروز هم دوشنبه رو تکرار گذاشته بودیم، ولی حیفم اومد که نیام و برای شما از این سفر نگم و یه قسمت‌هایی از فیلم‌هایی هم که میتونیم برای شما داشته باشیم و پخش نکنیم. مثلا یه اظهار نظری از مردم گرفته بودم، اگه بتونی نشونش بدی خیلی عالیه که اگر این کارو بکنی ممنون میشم ازت. روی بله همون قسمت آخر رو فرستادم. بله همینه. مثلا اون نظر همین امشبی که یعنی دیشبی که کار تموم شد، نظر مردم با همون تلفنم پرسیدم، بد نیست نشون بدی. همه راضی بودن واقعا، دمشون گرم. بریم از اول نشون بدین و ببینیم که داستان چجوریه. قربان خوشتون اومد. شما چی؟ زنده باشید. چطور بود؟ خیلی خوش گذشت. به زنده باشید. چطور بود قربان؟ خیلی عالی بود. زنده باشید. چطور بود قربان؟ خوش گذشت؟ ماشاءالله. چطور بود؟ عالی بود. خیلی ممنون از همه. ماشاءالله. جونم. زنده باشید. خوشتون اومد آقای پارسا، خانم نگین. خیلی پارسا، واقعا نگین پارسا. ماشاءالله. خیلی زنده باشید شما. خانم چطور بود؟ نظرتون رو بگید قبل از که بریم. عالی بود. ماشاءالله. چطور بود؟ ماشاءالله. چطور بود قربان؟ عالی. که شمتون رو ببرن فردا از 6 تا 9:45 چک اوت لطفا. چطور بود قربان؟ نه چی گفتم تا ساعت 9 چطور بود؟ نو استاپ چک اوت. عباس آقا نوکرم، مرسی از همه عزیزان. چطور بود خانم؟ چطور بود؟ از ساعت 6 تا 9 فقط 6 تا تشریف ببرید. طبقه پنجم توی گیم سرویس که چک اوت بزنید. مرسی. چطور بود؟ عالی بود. شما چطور بود؟ خیلی عالی بود. اونا که با چمدوناتون خودتون ببرید خیلی خوب بود. باریکلا. زنده باشید. فردا ببرید با خودتون. دوستتون دارم. چطور بود خانم برنامه؟ عالی بود. زنده باشید. چطور بود؟ نظرتون رو بگید. خانم نظرتون رو بگید چطور بود؟ خیلی خوب. شما چه خانم؟ ماشاءالله. چطور بود آقا برنامه؟ عالی بود. خیلی عالی. ماشاءالله. چطور بود برنامه؟ زنده باشی آقای پارسا، خانم نگین. ماشاءالله. زنده باشی. چطور بود؟ بسیار عالی. طبق معمول هم. ماشاءالله. واقعا اردلان کجا؟ نیومدن امشب مثل که، ولی حالشون خوبه. مطمئنم حالشون خوبه. چطور بود برنامه؟ دست درد نکنه. خیلی خوب بود. خیلی خوب. زنده باشید. شما چطور؟ خیلی عالی بود. زنده باشید. خیلی عالی بود ماشاءالله. آقای چطور بود خانم برنامه؟ زنده باشید. پسر ماشاءالله. بیا دیدم قربونت برم. بیا این پسر. چطور بود برنامه؟ عالی. چطور بود؟ بگید دوباره. خیلی خوب بود. ان شاءالله دفعه بعد. عمو چه اسم چیه تو؟ ماشاءالله. چطور بود برنامه؟ دوست داشتی؟ ماشاءالله. خیلی کیوتی تو. مرسی. چطور بود خانم؟ واقعا عالی بود. خیلی بهم خوش گذشت. به. زنده باشید. بهترین شام. زنده باشید. شما چطور؟ خیلی خوب بود. عالی. شما چطور؟ برای اولین بار بود. مرسی. زنده باشید. طور قسمت‌های دیگه هم گرفتیم از هر شب کنسرت هایی که برای شما برگزار کردن پارسای عزیز و نگین عزیز و برنامه‌ها خیلی خوب بود. واقعا خسته نباشن. حالا در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. تورهای دیگه و کروزهای دیگه هم خواهند داشت تو برنامه‌های بعدی که حتما شما در جریانش قرار خواهید گرفت. خیلی خوب، میرسیم به کار خودمون و مکان بسیار گرم و مجللی که این روزها به نام سفیر و